سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. اومدیم کارت های پیکسل تب رو بگیم بهتون و حتما اگر عضو پیکسل تب نیستید حتما عضوش بشید و این خیلی مهمه. نرم افزار پیکسل تب و یه سری کارت داره کنار هم میچینید و به شما جوایز میده و حالا میخوام بهتون بگم چه کار کنید که جوایزتون هم بیشتر بشه، هر روز سکای بیشتر بتونید دریافت کنید ازش. آموزشش هم اینجا گذاشتم، میتونید بیاید داخل کانال تلگرامی و عضو کانال تلگرامی بشید، ماینر تلگرام. برای عضو شدن به کانال های پیکسل میتونید اینجا روی این کلیک کنید. وقتی کلیک کردید بعد تایید رو بزنید، روی کانال روی این بزنید، لینک بزنید، عضو کانال های تلگرام پیکسل میشید. خب بریم سراغ یه نکته بعضیا میگن ما میزنیم ولی مثلا ادلیست نمیشه. برای اینکه مثلا ادلیست به خاطر اینکه دو تا اینجا ادلیست دارید، برای اینکه بخواید عضو بشید بیاید روی این کلیک کنید و حذف پوشه رو بزنید که بتونید دوباره ادلیست جدید داشته باشید. اوکی، بریم سراغ نرم افزار. 16 هم رو میزنید و لانچ پات رو میزنید. اونایی که ثبت نام نکردن برن داخل تلگرام و بزنن. ببینید شیدن اون کارت ها این سکتر به شما میده، بر اساس این سکتر به شما میده. مثلا این قبله. برای اینکه اینو ببریم بالا چیکار بکنیم؟ میایین قسمت فایت، بعد یا اینا رو میبرید بالا، این شخصیت ها رو ارتقا میدید با سکاتون. هر ارتقای 30,000 تا به اون انومی اضافه میکنه. الان نگاه کنید 894 یه دونه آپگرید میکنیم شد 924. درست. الان بخوایم یه شخصیت بخریم، خب باید 3 ساعت دیگه صبر کنیم تا یه شخصیت. این شخصیت خریدنم باعث میشه افزایش پیدا کنه. حالا قبل از اینکه بخواید برید اون سکه ها رو بگیرید، سکه‌هاتون رو خرج این شخصیت ها بکنید. اینم به صورت رندوم 5 تا اسکیل اضافه میکنه. حالا میتونه انرژی اضافه کنه، میتونه اسپید اضافه کنه. بعد میتونید اون سکه‌هاتون رو تقسیم کنید بین شخصیتاتون. مثلا هر کدوم رو تا 500,000 تا مثلا افزایش بدید. سکه‌هاتون رو تقسیم کنید که بیشترین انومی رو به دست بیارید. این بازیش خیلی بازی محبوبی میشه، به زودی ترند هم قراره بشه. از وقتی که ما اینو گذاشتیم، ای بابا نروتش، از وقتی که اینو گذاشتیم دارن تمام کانال‌ها در موردش صحبت میکنن. این شخصیت‌ها هیچ فرق نمیکنه، از نظر قدرت هیچ فرق نمیکنه. فقط اینجا که آپگرید میکنی چون مثبت 5 تا رندوم اسکیل میزنه. خب حالا دیگه یکی میبینی انرژی تو بیشتر میزنه، یکی میبینی اسپید و پاورش رو مثلا بیشتر میزنه. ببینید توی رندوم ببینید کدوم شخصیتتون قوی تر از آب در میاد، از اون استفاده کنید برای جنگتون. خب الان بریم ببینیم چقدر شد 1,600,000. حالا میریم قسمت ریواردا. یه ریوارد روزانه داریم که اونو میگیریم. یه قسمت هم که باید کارتا رو بچینیم. اگه کارت درست بچینی سر جاش 25%، و اگر اشتباه اون کارت باشه ولی جابجا گذاشته باشی 10%، و اگر هم کارت کلا اشتباه انتخاب کرده باشی هیچی بهت نمیده. اولین کارت این یارو شاسکوله، دومی این پلشت، سومی این گوست مغز و آخری شاسکول فکر کنم این پنگول باشه. احتمال 0.5% بزنیم. درست بود. دورا حالا جایزه رو گرفتیم. حالا هرچی اینو ببری بالاتر، خب انومی ببری بالاتر سکه بیشتری رو میگیری. حالا من برم با اون یکی اکانت هم که بردم بالا با اونم تست کنیم ببینیم چقدر میده. خب و یه چیز دیگه، اگر هرچی فایت بکنید بعد هرچی لول اون شخصیت ها رو میبرید بالا، تو فایتاتون هم سکه بیشتر دریافت میکنید. خب بعد میتونید سکه هاتون رو خرج شخصیتاتون بکنید. الان مثلا این لولش 15 16 است. بذار میتونم شخصیت بخرم 3 ساعت دیگه. البته این رندوم افزایش پیدا میکنه، این شخصیت ها یه عدد گرونتر بشه. اولیش بکنم با 10,000، بعد 100,000، بعدش 500,000، 1,000,000، 10 میلیون. هر دفعه اینا بعد ببینید میارزه مثلا شخصیتت ارتقا بدی یا اینکه بری شخصیت جدید بگیری. خب اینو میزنیم، ارتقاش میدیم. این یکی این چقدر میخواد؟ ندارم 100 تا اصلا تش مونده و شد 303,660,000.
بذار ببینم دیگه چی نمیتونم بزنم. همشون 15 شدن. این 17 شد. 15 17. این لول 17 نرو ای گاله بابات. خب ببین یه میلیون 400. بازم به صرفه تره که اینکه من بخوام یه شخصیت 20 میلیونی حالا نمیدونم چقدر میشه این دفعه بخوام بخرم. بریم توی قسمت جوایز بچینیمش ببینیم چقدر اون میده. گیر کرد چرا اینا. خب 5 میلیون خوبه. امتیاز خیلی خوبیه. این شاتکولا رو دوره میچینیم بچه. به این صورتی مراقب باشید. این هم هست. الان این دود داره. ببینید یه دود کش داره. این هم اینجوری بود. درست بود دیگه انشالله. و میزنیم چکو 5 میلیون جایزه رو میزنیم تو رگ. بچه ویدیو رو لایک کنید بفرستید واسه اون دوستاتون که بلد نیستن و بیان این سکه‌های مفت رو بگیرن و بزنن تو رگ. خود رباتش هم هر 800 بار براتون سکه جمع میکنه. نیاز نیست بیاید سکه بزنید یا فایت. برای اینکه مثلا فقط فایتتون بره بالا. مثلا الان این الان لول 17 است. من اگه برم با مثلا این 42 18 23 بعد مثلا این یکی شخصیتم 13 33 37 بیاد ببینید کدومش بهتره با اون بجنگی. حالا من میریم با این مثلا میجنگیم ببینیم چجوری.